بسم الله الرحمن الرحیم. امروز PHP اوپ شروع میکنیم. قبل از اینکه این کورس شما استارت بکنین باید بیسیک PHP و MySQL خوانده باشین و بلد باشین. میم what is اوپ؟ اوپ چی است؟ اوپ به معنای Object Oriented Programming، یعنی اوپ یک مخفف است. او اولیش به معنای Object، دیگهش Oriented، پیش Programming. Object Oriented Programming چی است؟ Object Oriented Programming یک طریقه از برنامه نویسی یا هم کد نویسی است یا هم پاترن است. در PHP پروگرامینگ پاترن دو نوع است، یعنی ما پروگرامینگ دو نوع برنامه نویسی را به دو طریقه کرده میتونیم. یک به معنای پروسیجرال، دیگهش به معنای Object Oriented. پروسیجرال به این معنی که به هر چیز ما یک خط جداگانه کد می نویسیم، ولی Object Oriented به این معنی که در اوجا ما شما یک دفعه کد مکمل ساختارش می سازیم، باز اونا را استفاده می کنیم. خب خوبی های Object Oriented Programming ای است که کد مور مادولر and reusable، که کد ما بسیار کم میشه، ما یک ساختار را میسازیم باز او را استفاده میکنیم. well organized کد ما مکمل ارگانایز می باشه و easier to debug، ما اگر کدام دیبگ یا ایراری میایه ما او را باسانی پیدا کرده میتونیم. دیگه best for medium to large website project، ما شما که ای Object Oriented Programming استفاده میکنیم به خاطر پروژه های متوسط و بزرگ است. اگر پروژه کوچکی باشه باز ما از پروسیجرال استفاده میکنیم. خب چرا ما شما اوپ باید یاد بگیریم؟ به خاطر اینکه ما وبسایت های بزرگ بسازیم، کد ما کم باشه، ارگانایز باشه و دیباگینگ آسان شود. و یک خوبی دیگه ای است که ما در آینده بعد از این کورس ما فریمورک های PHP را میخوانیم که امنیتش خوب می باشه، دیگه پروژه های بسیار بسیار بزرگ و دیگه کار موجود آسان میشه. بازار تقاضای بازاری است که ما از فریمورک استفاده بکنیم. مکمل فریمورک های PHP با اساس اوپ ساخته شده، مثل که کد ایگنیتر یک فریمورک MVC است. ای که MVC چه باز ما شما میخوانیم، لاراول میخوانیم، کیک PHP. بعد از این ختمی کورس ما شما پلان داریم که لاراول بخوانیم. دیگه نمی فریمورک ها با اساس اوپ ساخته شده. خب در اوپ دو چیز مهم است، کلاس، ابجکت. ببینین اینمی ویدیو رو که میبینین خوب سی دقت بکنین و با نوت بکنین. در اوپ دو بحث زیاد مهم است. اگر کلاس و ابجکت فهمیدین به این معنی که مکمل اوپ شما فهمیدین. خب ما کوشش میکنم توسط یک ساختار یک نقشه شما را بفهمانم. فکر بکنین دیجا یک بلوپرینت یا هم نقشه است. یک نقشه را انجینیر میسازه، باز توسط نمین یک نقشه چندین دانه خانه میسازه. یک خانه مثلا در یک جای میسازه، یک خانه در دیگه جای میسازه، یک خانه دیگه جای میسازه، یک خانه هم دیگه جای میسازه. در اینجا اینمی نقشه به طور کلاس می باشه و خانه به معنای ابجکت است. یعنی تا که ما کلاس نساخته باشیم ابجکت ساخته نمیتونیم. یعنی ابجکت وابسته به کلاس است، یعنی ابجکت یک نمونه از چی است؟ کلاس است. یک مثال دیگه فکر بکنین، موتر، کار، موتر چی است؟ یک کلاس است. باز هر موتر مشخصات خود داره، کلر داره، انجین داره، سیتس داره، AC داره و پرایس داره. مثلا ما دو نوع موتر مقایسه میکنیم، یک سویفت، یکشم تویوتا. کلرش 4-5، از این انجینش 1200، از این 2700. سیتش ای 5 دانه سیت داره و ای 7 دانه سیت داره. ای سی داره و ای هم ای سی داره. قیمتش ای قدر است، قیمتش ای قدر است. ببینین دیجا سویفت موتر است یا نیست؟ یک نمونه از موتر است یا نیست؟ امی قسم تویوتا یک نمونه از موتر است یا نیست؟ دیجا
کار مود کلاس شد و سویفت و تویتا شد یک ابجکت شد. یعنی در اینجا شما باید درک بکنین که هر کلاس مشخصات خود داره. مثلا انسان کلاس است، حیوان کلاس است. انسان مشخصات جداگانه داره، حیوان مشخصات جداگانه داره. مثلا دیگه چیزا رو شما در ذهنتان بیارین. پوهنتون یک کلاس هسته، هر پوهنتون یک مشخصات خود داره. باز ما مشخصات در پروگرامینگ نمیگیم، ما در پروگرامینگ میگیم که پراپرتی. چی؟ پراپرتی. چی میگیم؟ پراپرتی یا هم اتریبیوت میگیم. خب مثلا در اینجا یک کلاس داریم به نام کالکولیشن. چی؟ کالکولیشن. در کلاس معمولا دو چیز می باشه. یک هم پراپرتی در داخل کلاس. در داخل کلاس معمولا دو چیز می باشه. پراپرتیز و میتودز. پراپرتیز خب شما در ذهنتان بیاین یعنی مشخصات. باز در برنامه نویسی پراپرتیز اما کدام چیز خاصی نیست، وریبل ها است. چی است؟ وریبل ها. ای که میتود چی است؟ میتود فانکشنی است که در داخل کلاس ساخته میشه. میتود فانکشنی است که در داخل کلاس ساخته میشه. شما فانکشن در PHP کور یا هم بیسیک PHP خواندین. مثلا این میتودی است سم، یعنی پراپرتی را چی کرده؟ جمع کرده و ریتورن کرده. خب یعنی پراپرتیز همو وریبل هایی است که در کلاس ساخته میشه و میتود همو فانکشنی است که در کلاس ساخته میشه. میم چه قسم در PHP ما کلاس بسازیم و پراپرتی را بسازیم. ما یک کلاس میسازیم. مثلا کلاس داریم به نام کالکولیشن. این قوس در اینجا باز شده و در اینجا چی شده؟ بسته شده. در اینجا ما وریبل ساختیم public A, B و C. فانکشن ساختیم، فانکشن سم و دس. در اینجا ما دس براتون تشریح بکنم. دس با خود ابجکت اشاره داره. ما مثلا ابجکت سویفت ساختیم. باز در اینجا دس به این معنی که از سویفت پراپرتیزی. اگر ما ابجکت تویتا را ساختیم، دس به این معنی که از تویتا پراپرتیزی. صحیح؟ به این شکل ما چی کردیم؟ دس به این معنی که به خود ابجکت چی میکنه؟ اشاره داره. یعنی انمی در پراپرتی خودی همی ابجکت، انمی ای و بی را چی بکو؟ جمع بکو، دیجا چی بکو؟ ذخیره بکو. یعنی ما اگر شما فانکشن خوانده باشین این را میفهمین. ولی یک دیجا دس هم در دس ببینه که خود ابجکت اشاره داره. خب دیجا A, B, C چی است؟ پراپرتی است. یعنی وریبل هایی است که در داخل کلاس شده ساخته شده. و یک چیز بگیم که پابلیک اکسس مودیفایر است که در ویدیوهای بعدی باز شما میخونین. ولی سم و سب چی است؟ اینمی میتود ها است. یعنی در داخل کلاس کدام چیز دیگه نمی باشه، فقط دو چیز، پراپرتیز و میتود. خب میایم چه قسم ما در PHP ابجکت بسازیم. کلاس ساختن خو خواندیم که کلمه کلاس ذکر میکنیم، دیگه نام کلاس و در داخلش ما وریبل ها و میتود ها میسازیم. ابجکت که میسازیم دلار یک وریبل میسازیم، مساوی به نیو، کلمه نیو نوشته میکنیم، نام کلاس و قوساره. در اینجا اینمی $C1 چی شد؟ ابجکت شد. چی شده؟ ابجکت. حالی ما چه قسم با پراپرتی یا هم قیمتش بدیم؟ $C1 به این معنی که ابجکت C1. ما میتونیم که دیگه ابجکت هم از این کلاس بسازیم. $C1 ابجکت C1. باز ارو اپریتر میتیم A به معنی انمی ابجکت با می ابجکت و پراپرتی A با انمی وریبل اشاره داره. باز ما پراپرتی را دلار نمیتیم، علامه دلار ذکر نمیکنیم. و قیمت چند دادیم؟ 10. از ابجکت C1 به B قیمت دادیم 20. اکو بکو از ابجکت C1 میتود سم. حالی چی کار میکنه میتود سم؟
از به خود ابجکت اشاره داره که ای از یک ای از یک بی، اینمی ای و بی را چی میکنه؟ جمع میکنه، در پراپرتی سی ذخیره میکنه و نمو را ریتورن میکنه. چرا ایکو نشته میکنیم؟ به خاطر که ما که ویلیو را ایکو ریتورن کدام میتود که کدام چیز ریتورن بکنه ما او را باید چی بکنیم؟ ایکو بکنیم. خب این بود ما چه قسم ابجکت بسازیم و یک اینترودکشن از اوپ و کلاس و ابجکت. میم عملا کار میکنیم، شما انشالله که یاد میگیرید. خب قسمی که شما میبینین دیگه من زمپ استارت میکنم و یک فولدر به نام اوب در htdocs گرفتم. نام میتم یک به معنای intro .php. خب ما میخوایم دمیجه یک کلاس بسازم. خیلی کلاسی که میسازیم کلمه چی را ذکر میکنیم؟ کلاس. و دیگه با کلاس نام میدیم. مثلا نوشته میکنیم که calculation. میتونین که با حروف بزرگ هم نوشته بکنین، با حروف های به این شکل که مثلا ایرا بزرگ بگیرین، ولی فاصله داده نمیتونین. خب ما نوشته کردم که کلاسی calculation. حالا ما میخوایم که دیجا ما وریبل ها بسازم یا هم پراپرتی بسازم. خیلی نوشته میکنیم که پابلیک مثلا $A $B و $C. خب حالا چه شد؟ پراپرتی شد. پراپرتی. خب حالا ما میخوایم که دیجا وریبل بسازیم. چه بسازیم؟ میتود ها بسازیم. خیلی میتود که ما میسازیم کلمه میتود کدام چیزی نیست، همون فانکشنی است که در داخل کلاس ساخته میشه. خیلی ما دیگه میسازیم که فانکشن مثلا سم. حالا ما فانکشن سم چه قسم میسازم؟ فانکشن سم قسم میسازم که در اینمی پراپرتی سی، در پراپرتی سی ما اینمی مجموعه اینا را ذخیره میکنم. خیلی به خود این پراپرتی که اشاره میکنم کلمه چی نوشته میکنیم؟ this. بعدن ارو اپریتر میم که سی اینمی را مساوی به چی بکو؟ به A و B را جمع بکو. خیلی میگیم که this A جمع this B به این شکل. دیجا $، نمیدیم. باید دیجا متوجه باشین که علامه $، نمیدیم. خب و یک چیز دیگه هم کنترل اکسی را کٹ میکنم به خاطر که ما پیش بی را باز و بسته نکردم. کد پیش بی را که نوشته میکنم در داخلی به شکل باشه. خب حالا ما میخوایم اینمی را خارج از کلاس اینمی را من رن بکنم، اجرا بکنم. خیلی دیگه من چی کار میکنم؟ من میخوایم یک ابجکت بسازم. خیلی یک ابجکت میسازم با نام C1 میم که نیو کالکولیشن. خیلی نوشته میکنم که calculation به شکل علامه قوس، دو دانه قوس. حالا این ابجکت چی شد؟ C1 شد. میتونم که یک ابجکت C2 هم بسازم. میگم که C2 مساوی به نیو calculation به شکل. ما چند دانه ابجکت ساختیم؟ دو دانه. میتونم که چندین دانه ابجکت بسازیم. حالا ما میخوایم که با ابجکت C1 بینمی قیمت با پراپرتی ایش قیمت بدم. خیلی میگیم که $C1 A. ببینید علامه $، نمیتیم با پراپرتی A مساوی به چند بکن؟ مساوی به 10. از $C2 مثلا ایره به 20 قیمت میتم، یا هم به C1 ایش قیمت بیش قیمت میتیم که مثلا 20 به این شکل. حالا ما میخوایم که دیجا از ابجکت C1 میتود سم اجرا بکنم. از ابجکت C1 میتود سم. خیلی دیجا تو کار ما میکنم. من میگم که ریتورن بکو از this از نمی سم. کارشی باشه که اونمو سی را پس ریتورن بکو به این شکل. خب حالا از ابجکت C1 میخوایم که دیگه مفاصله را کم بکنم که براتون
معلوم شود. میخوایم که از ابجکت C1 میتود سم چی بکنم؟ اجرا بکنم. خیلی این میتود سم برای ما یک چیز ریتورن میکنه. چی میکنه؟ یک ریتورن میکنه. خیلی من باید حتما چی نوشته بکنم؟ اکو. میگیم که از ابجکت C1 میتود چی را؟ سم. حالا ما میایم در قسمت میگیم که لوکال هاست اوپ و فایل intro.php. ببینین دیگه برای ما چند ریتورن کرد؟ سی. چرا سی؟ به خاطر که 10 و 20 چی کرده؟ جمع کرده. ما میخوایم که ایکو بگو از ابجکت C1 مثلا ایش ایکو میکنم. از ابجکت C1 ایش. ببینین چند ایکو کرده؟ 10. به خاطر که جدا بکنیم میگم که دیگه کانکتینیت کامرش سلش این بمانه که انتر بگو. ببینین به شکل خیمه ایتو کار میکنم دیگه بیار میگیرم بریک بکنم. خب به شکل دیگه برای ما از یک ایش ما چند داده بودیم؟ همون قیمت داده بودیم. به خاطر برای ما چند ایکو کده؟ 10. خب من ایتو کار میکنم که در نمی کلاس یک فانکشن میتود دیگه میسازم. خیلی میگم که فانکشن با چی؟ سب. میگم که this c مساوی به چی بکو؟ یا میگم به شکل میگم که ریتورن بکو this a منفی this b. حالا ما میخوایم اینا را پاک میکنم. میگم که اکو بکو از ابجکت C1 میتود سبشه. میتود چیش؟ سب. حالا ببینیم برای ما چند میگه که منفی 10. منفی 10 چرا؟ بخاطر که از 20 چی کده؟ منفی کده. حالا ما میگم که اکو بکو از ابجکت C2 دلار C2 ایره. از ابجکت ایره کامنت میکنم. اکو بکو از ابجکت C2 ایره. حالا از ابجکت C2 ایر ما کدام قیمت ندادیم. به خاطر چیز ریتورن اکو نکرد. ما میخوام که ایتو کار بکنم که از ابجکت C2 ایش قیمت میتیم 50. کنترل سی کنترل وی. از ابجکت C2 بیش قیمت میتیم مثلا 100. حالا میگم که اکو بکو از ابجکت C2 سم میشه. ببینیم چند برای ما میگه که 150. ولی اگر بگویم که اکو بکو از ابجکت C1 سم چند میگه؟ باید بگویم که سی. به خاطر که از ابجکت C1 ایش 20 10 و 20 چی میکنه؟ ای و بی را جمع میکنه که 10 و 20 سی میشه. و از ای و بی را جمع میکنه 50 و 100 از 150. ای بود مفهومی از اوپ و ما چه قسم کلاس بسازیم، ابجکت بسازیم و فانکشن بسازیم و پس ما را استفاده بکنیم.